به نام خدا. سلام گلای تو خونه، حالتون چطوره؟ بله بچه من امروز شادم و اینکه امروز یه تست عجیب غریب میخوایم انجام بدیم که ببینید ایده احمقانه میاد. خب ولی ببین چی میشه. این برد لامپیه که تو دیجیکالا گرفته بودیم، ویدیو بود دیگه، فکر کنم ویدیو قبلی. من اینا رو بیارم بهتون بگم چی این توش یه پیچ آهن مهره داره. خب اینو میذاریم که خب که با این دو شاخه ما زده بودیمش برق و روشن میشد. ویدیوشو فکر کنم نذاشته بودم. حالا من اینجا جلوتون فعلا میزنم که روشن بشه. که بله بچه ها اینید اینجوری با دو شاخه زدیم برق این روشن میشد. دارید نشونتون بدم اینجوری. نورش هم کمه، قد زیاد نیست. و ما امروز میخوایم ببینیم که با ماژول افزاینده ولتاژ میشه مثلا اینو روشن کرد یا نه. خب قبلش باید از هوش مصنوعی بپرسیم. این لامپ 3 واته. خب از دیجیکالا گرفته نشته 3 وات. که از هوش مصنوعی بپرسیم که این چند ولت میخواد، 3 وات چند ولت میخواد. که حالا من پرسیدم اون گفت بین 9 تا 12 ولت. خب ما اینم داریم، ماژول افزاینده ولتاژ، که حالا باید با آداپتور این برقش رو زیاد کنیم یا اینکه اصلا فکر کنم برقم نمیخواد زیاد کنیم. یه آداپتور 12 ولت دارم، بیارم با اون بزنیم ببینیم چی میشه. بچه اینو از وقت کشیده بودم یه رو روشن بودش. خب این آداپتورمونه که ما زدیمش برق. اول ببینیم این درست اتصالی نداره، اینو روشن میکنه. بله بچه روشن میشه. خب ما یکی از این ساشو میزنیم به این، به یکشم به این که خب نشد. حالا برعکس میزنیم باز هم نشد. و اون باید ببینیم یه کاریش باید بکنیم، از یک قسمت دیگه ای باید بزنیمش و ببینم اینجاشو احتمالا باید باز کنیم. باید خب این تکه رو ما دیدیم. این این میزنم یکم بهش روشن میشه. اگه بتونید ببینید به کجا خوردنی روشن میشد. ببینید یه ذره روشن میشه بعد دیگه روشن نمیشه. حالا احتمالا درست میگفتم این 12 ولت. این بچه فکر کنم چیزش پیدا نمیشه که این چجوریه. اینجاشم زدم که نشد. اینا هم که بچه ببینید پیچ در پیچ مثلا دوره هم دیگه هم نیستن که مثلا یه قطبش بزنی همشون هم با همون قطب باشن. که بله بچه این فعلا با شکست مواجه شد ولی اشکال نداره. یه چیز خیلی جالب‌تر رو بهتون نشون میدم و ویدیو رو تمام میکنیم. خب اینجا رو باشید. اینو ما میزنیم برق، اینم روشن میکنیم. ببینید این روشن. از وقت میکشم ببینید تا چند دقیقه فکرم روشن میمونه. خیلی جالب بود واسم. این حالا بچه من برعکس گرفتم، این درستشه. این روشن میمونه. ادیتور بگیر از که روشنه بنویس واسه بچه ها. حاضر چقدر میمونه. بچه ها تموم شد. این به خاطر چیزاشه.
خازنهاشه. خب خازنها چیزن برق و ذخیره میکنن و اینم شارژر دیگه. خب خازن داره و ذخیره کرده. و این که بچه ها یه چیزی مطلب بعدی ما اینه که این بورد کنترل دیجیتاله فکر کنم. آره دیجیتال داشتیم. اینم که پوسته روشه ولی قابش هم پیدا کرده بودم. حالا گم شده پیدا کنم میندازم امروز. حالا میخوایم اینو درست کنیم که تجربیات دارم چون که کامنت گذاشته بود چیکار باید بکنم و این که میخوایم امروز ببینیم چیکار میخوایم بکنیم اینا رو ورداریم چون که بچه ها لحیمم نداریم و این که روش یکم لحیم هستش. یه تیکه که از این ورم پیدا میکنم یه کمی سخته چون ولی خب بازم نشدنی نیستش. اینو باید لحیم اینجاشو من بکنم. ای بابا این چه خاموشه. این بچه 3 ساعت من زده بودم. این اتصال داره دیگه واسه همین این وصل نمی شده. خب حالا باید یکم واسیب دوباره این گرم بشه. ادیتور بزن جلو. خب این لیمش من تونستم بکنم با این قیچی. خب اونجا یکی کامنت حالا گذاشته بود تو ویدیو هم گفته بود اینجا رو باید بسابیم. خب بله به اندازه این پاک شد. خب اینجا بچه ها این گنچی گرم نمیشه. ما 3 رو به این وقتی اینا بوده وقتی چی بوده دفعه هم دیگه بچه ها اینا بذارید من این وسط بزنم باش. خب وسط زدیم. این دفعه داره گرم میشه. 3 ساعت گرم نشده. خب این که داره دیگه آب میشه. ما اینو بذاریم اینجا. خب خب ببینید این خب کامل داره آب میشه. خب ببینید گذاشتم. خب ببینیم نخورد. ای میکنم یکم بزرگه باید حداقل یکم باید و داریم این دیگه کافی. خب این دیگه الان دست نمیزنیم کم بمونه صفر بشه. و لحیم بچه ها لحیم من تموم شده و از دیزیکالا با همونجا باتریایی که گفتم دارم میان و باید این چی میشه. فعلا حالا از این ور اونور من لحیم ور میدارم که میزنیم. بچه ها اینم مال ماهواره بوده که حالا یکیش که بردش سالمه اینم اینجا شکم ترک داره سرش که مادون قرمز میخوره ولی فکر کنم خود برد سالم باشه. اینا این فقط شاید اون سنتودوگ کار نکنه. خب این الان درست شد. ما که این قابش رو پیدا نکردیم. خب همینجوری من اینو میزنم بهشم چسب میزنم. خب این لیمش کنده شده بود افتاده. ما دوباره ور میداریم. خب اینا ما الان باید یه تستی بکنیم. من برم یه گوشی بیارم این مادون قرمز رو بذارم سرش ببینم کدوم جهت درسته و رو همون جهت لحیم کنم که ببینیم درست میشه یا نه. خب برم بیام. اینم دوربین ما.
خب این وری کار نکرد، ما برعکسش میکنیم. این وری هم کار نکردین چشه؟ من بذارید اینجا یکم بسابم. که لحیمش این درسته، از اینجا کار نمیکنه. بچه ها این نمیدم بکنم خرابه برده، ولی که من یه کار دیگه هم میکنم، از این لحیم میزنم دیگه، برده لامپ و روش روی البته اون قسمت هاش یه چیز میخوره، مادون قرمز میخوره. جا من یه تیکه لحیم میذارم بشه راحت. حالا اینو بذاریم روش رو امتحان کنیم این چشه میکنیم. بچه بکن خرابه این، ولی آخه چیز سالمه. این فرستنده مادون قرمز من سالمه. این برده کلا خراب بود که باید ببینیم چی کار میشه کرد. اینم رو همین سوارش کنم دیگه، این کار کنه دیگه. ولی خب ولی باید سرشو من بسابم بعد روش میذارم. این بچه های سرد میشه، زودم داغ میشه، ما اینو در بیاییم دیگه. این چی آره زود سرد میشه زودم داغ میشه. اون بچه ها ویدیوهایی که با میبینید نرخ فریمش بالاست، اون با همین این گوشی گرفته میشه، چون دوربینش خیلی خوبه. ولی این گوشی که میگیرم دوربینش افتضاحه. شاید بیچا کل ویدیو رو با همون اون نمیگیری، میتونستم میگفتم. خیلی سخته چیزش، ادیتش، چون کیفیتش بالاست، هم گوشی هم برنامه ادیت هنگ میکنه. اون ویدیو کوتاه چیز خیلی میشه. فکر کنم حالا آپلودش نکردم ولی آپلودش میکنم. خیلی کشید دیگه، اون مثلا 20-30 دقیقه کشید. یه قابم داره که اون روش کنترلش سالمه، اونم البته خراب شده بود، درست کردم و داره استفاده میشه. ولی واسه این قابی فعلا پیدا نکردم. خب این الان از باتریاس یا از چیه این کار نمیکنه؟ چرا کار نمیکنی؟ بچه فعلا که با شکست مواجه شد، این هم درست نشد که نمیدونم چرا. ولی من یه چیزی هم نشونتون بدم واسه آخر ویدیو که اما این درست شده، خدا رو شکر. بعد این سیم میاد این ور تا اینجا میاد. خب همینجا خوبه. ببینید اینو من درست کردم. این پشتش از این چیز موتور گذاشتم که به عنوان هیت سینک عمل میکنه. اینم لامپه، اینجا شما الان نشونتون میدم، نکته جالبی داره. خب دیدید دیگه نورش همین قده، میترسم برق داره. خب ولی اینجوریه تنظیم میشه حالتاش که خیلی همه طرف تقریبی تنظیم میشه. من الان این زاویه بد بود ترسیدم چیز کنم که یهو برقی چیزی منو بگیره، ولی خب این کامل تنظیم میشه و همین. و بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. لایک و ساب بکنید حتما. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.